سلام. از مناقشه خونین در سرحدی تاجیکستان و قرقیزستان تقریبا 2 هفته سپری شد و حالا آرامی در مرز حکم فرماست، ولی بحث های داغ در شبکه‌های اجتماعی درباره پیامدهای مناقشه سبب‌های آن ادامه دارد که جنگ با ایبکی سر زد. برای صحبت در این باره فیلیپو کوستا بورانلی را تحلیلگر امور بین المللی و استادی دانشگاه سنت اندرو از بریتانیا را به استودیو دعوت کردیم. جناب کوستا بورانلی، تشکر که با ما هستید. شما در تحلیلتان چند راه احتمالی حل مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان را پیشنهاد کردید و آنجا گفتید که بیانیه‌های دو کشور درباره تعیین و علامتگذاری مرز بیش از حد خوشبینانه است. چرا به فکر شما بیش از حد خوشبینانه است؟ I think the overly optimistic tone refers in my article. خوشبینی بیش از حد که در تحلیلم اشاره کردم اشاره به دعوت‌ها برای تعیین و علامتگذاری قسمت و پارچه‌های بزرگ سرحد در چند هفته آینده است. به نظر من این را با این هدف گفتند که در مرز آرامی برقرار شود و تنش‌ها فرو نشیند. اما آنگونه که همه ما می‌دانیم این گونه تعیین و علامتگذاری مرز بخصوص با در نظر داشت قانون‌های بین المللی وقتی درازتر می‌گیرد. از این رو وقتی من گفتم که بیانیه بیش از حد خوشبینانه است، منظورم تمام روند نبود، بلکه دعوت‌ها برای تعیین و علامتگذاری پارچه بزرگ از مرز در مدت کوتاه بود. این گونه کار را پیش از آن که اعتماد و باوری دو طرفه برقرار نشود، عملی کردن ناممکن است. ما شاهد آن هستیم که دو طرف همدیگر را با آغاز کردن درگیری‌های خونین متهم می‌کنند. قرقیزستان میگوید که تاجیکستان قصداً به ضد مردم غیر نظامی آتش کشید. تاجیکستان میگوید که جنگ خونین داخلی را پشت سر کرده است و هم مردم و حکومت هیچگاه طرفدار جنگ و ناآرامی نیستند. واقعاً چی میتوانست حکومت تاجیکستان را مجبور کند که وارد مناقشه با همسایه شود؟ I think that the Tajik side has very much realized that به نظر من طرف تاجیکستان در واقع درک کرد که مناقشه با همسایه به نفع هیچ کسی نیست، بخصوص برای خود تاجیکان. به نظر من شدت گرفتن وضع که از نظر مقیاس از مناقشه و زد و خوردهای پیشینه فرقی بزرگ داشت به سبب سطح جذب نظامیان در مرز و فضای نظامی حکم فرما در مرز بود که تمام این وقت بزرگتر می شد. یعنی از اولهای سال 2010 و یا حتی از آن پیشتر. با باور من اتهام زدن به همدیگر و انگشت به سوی هم کردن متاسفانه بخشی از پیامدهای مناقشه بین دو یا سه کشور است. به نظر من عین زمان رهبران و مردمان محلها درک میکنند که مناقشه به نفع هیچ یکی از طرفهای دخیل در مناقشه نیست و در واقع دیپلماتیا، احترام دو طرفه، مکالمه و مشورت‌های سیاسی راه‌های اصلی حل مناقشه باید باشد. شما در تحلیل خود گفتید که نزاع بین تاجیکستان و قرقیزستان فقط یک دعوای بین دو کشور آسیای مرکزی نیست، بلکه حادثه است که برای تمام منطقه عاقبت‌های دارد. شما سه راه حل پیشنهاد کردید: یکی حل مشکل با اراده سیاسی فقط دو طرف و در زمینه باوری به هم دیگر، واگذار کردن راه حل به دوش روسیه و یا رفع مشکل با کمک تمام کشورهای منطقه. کدام از این راه‌ها بهترند یا نتیجه می‌دهند؟ It's very difficult to predict which one is the best. If we start from the assumption پیش بینی کردن راهی بهترین حل مشکل است. اگر با این فرض آغاز کنیم که هدف اصلی حل مناقشه و سازش قابل قبول برای دو طرف مردمانی هستند که در مرز زندگی میکنند، پس راهی از همه قابل قبول همان است که آنها میپسندند. برای همین من باور دارم و در تحلیلم وسیع‌تر گفتم که دو یا سه راه حل استثنایی نیستند. یکی از اینها زمانی کار میکند که همکاری‌های دو جانبه وجود دارد. آن گونه که پیشتر گفتم، مشورت‌های سیاسی و دیپلماتیایی شفاف و باز و با احترام همدیگر بین بیشکک و دوشنبه و در چهارچوب وسیع مشورت و مکالمه در آسیای مرکزی نتیجه می‌دهد.
برای حل این مناقشه باید نه تنها تمام منفعت و احتیاجات مردمان محله‌های نزد مرزی را به اینابت گرفت، بلکه از ارزش‌های رسمی و غیر رسمی هم استفاده برد که نه تنها در این دو کشور بلکه تمام منطقه میتوان یافت. به نظر من این مناقشه که فقط در مرز قرقیزستان و تاجیکستان رخ داد یک نوع گوشزدی مهم به منطقه است که یک مکانیزم اولیه برای حل و پیشگیری مناقشه ها تهیه کند تا منطقه به سمت به اصطلاح یک جامعه امن حرکت کند. در جامعه‌ای که امنیت در یک کشور امنیت در تمام منطقه به حساب می رود. من فکر میکنم که اگر این مناقشه در دستور کار نشست مشورتی رهبران کشورهای آسیای مرکزی قرار بگیرد و این زمان تاجیکستان و قرقیزستان از رهبران دو کشور سر کرده تا مردم محلی برای حل آن کار کنند، پس به نظر من همین راه بهترین حل نزاع و ریشه‌کن کردن تنش در این منطقه ها می شود. to solve this conflict and to eradicate the tensions in these areas. اگر دو کشور نتوانند راه حل مناقشه را پیدا کنند، برای وضع اقتصادی اجتماعی رابطه‌های دو جانبه چه عاقبت‌هایی دارد و این هم در زمانی که نیروهای آمریکا و همپیمان‌هایش از افغانستان یکی از همسایه‌های نارام منطقه بیرون می‌روند. So this is a very important, and exactly because it is an important question is also very difficult to answer. این یک سوال بسیار مهم است که جواب گفتن به آن هم مشکل است. ما میگوییم یک کاری که سیاستشناسان نباید کنند همین پیش بینی کردن آینده است. مطمئن نیستم که پاسخ واضحی برای این سوال دارم. آنچه که میتوانم بگویم یکی پیامدهایش این است که به تغییر نگه داشتن وضع مردم محلهای نزد مرزی را در شرایطی قرار میدهد که با ترس و خطر و تنش زندگی روزمرهشان را پیش میبرند. نه فقط با ترس برای زندگی خود، ترس برای خانواده، ترس برای خانه و مال. از این رو نگه داشتن وضع و ادامه دادن احساس ناامنی نه تنها به افراد علاهیده بلکه مردم محله ها و حتی جامعه کشور تأثیر منفی میگذارد. اگر مناقشه حل نشود، رابطه های دو جانبه بین تاجیکستان و قرقیزستان به ناباوری، بدگمانی آلوده می شود و همین چیز حالا به منطقه در کار نیست. یک سببش این است که منطقه در 2-3 سال اخیر حرکت خوبی به سوی همگرایی در آسیای مرکزی، انکشاف و همکاری و یا حداقل هماهنگسازی داشت. چند پیش حتی ترکمنستان به این مذاکرات همراه شد. من می ترسم که اگر این مناقشه حل نشود، این یک عقب رفت برای منطقه می شود و راه را برای دعوت بازیگران خارجی برای دخالت به این مناقشه محلی باز می کند. می تواند سبب تکرار مناقشه هم شود؟ I don't rule out this. The question is of what magnitude. من این را صرف نظر نمی کنم. مسئله این است که مناقشه در کدام مقیاس. آنچه من در گزارشم گفتم این باری اول است که چنین نزاع پس از سال 1991 در سرحد دو کشوری آسیای مرکزی به وقوع پیوست. البته ما متاسفانه در گذشته هم شاهد خشونت‌های بودیم، ولی این خشونت‌ها فقط در داخل کشورهای گوناگون علاهیده بودند. در اینجا دو کشور برای پارچه های مرز مناقشه دارند که عاقبت های بسیار بزرگی برای زندگی مردمان محله های نزد مرزی دارد. اگر این مناقشه حل نشود، امیدوارم که چنین مناقشه بزرگ دیگر بار صورت نمیگیرد، ولی شاید زد و خورد، تیراندازی، استفاده از زور صورت بگیرد و تا زمانی که مناقشه در نهایت حل نشود. Thank you very much, Mr. Costa Voranelli, for your time. Thank you.